شما درست میفرمایید. بله بعد میفرمودید. بله من خودم میخواستم همین کارو کنم اصلا از اول. بله منتظر بودم شما یعنی دقیقا بخواستم که از زبان شما بشنوم. بله خیلی آموزنده است حرفاتون، واقعا باعث میشه که زندگیم رو به پیشرفت بره حرفاتون. من قول میدم حرفای شما رو سرلوحه کارم قرار بدم. من هر روز که بلند میشم حرفای شما رو اول مرور میکنم تو ذهنم، بعد بیدار میشم و خواب و به کار روزانم میرسم. بعد تو سگ کی باشی بگی من نصیحت کنی؟ زندگی خودت چه گویی هست میخوای به زندگی من نصیحت کنی؟ تو خودت چه گلی به سر ما زدی؟ کی تو اومدی من نصیحت میکنی؟ مثلا حرفات به یه ورم هم نیست، گوش نمیدم حرفاتو. من مثلا نمیفهم چی میگی، خودت هم نمیفهمی چی